من خودم 9 بجه میرم 8 و نیم یا 7 بجه پس. افطاری را در کجا میکنی مادر؟ افطاری اون اگه کستاد یک روز که چیز میخوریم اگه نداد تا خونه. الله خدا حاضر شاید است اولادای مریض شده کرونا گرفته چندی ما پی دکتر نبردیم. غیر یک روز که حقن دیگه چرب کردیم انداخته میشه. خدا حاضر شاید است خدا در بالای سر است که من دروغ درم دستم نمیشه. خداوند در بالای سر است که من بر تو دروغ گویم بر خدا چی بگویم. راست تا از دست غم دست تشویش خدا حاضر است من شوخم ندارم. الله این پشت شیشه امت صفحه صبح میشه. سلام و وقت بخیر دوستای عزیز. خدا کنه جور و صحتمند و سر حال باشین. دوستای عزیز خدا کنه عشره رحمت که اول عشره رحمت، دوم مغفرت، سوم رهایی از جهنم است. پروردگار توفیق بده که 3 عشره را و قسمی که الله خوش داره اون را سپری بکنیم. آمین. ما باز هم در کنار مادر هستم که مادر ما بیوه هستن و اینا در روی جاده پلاستیک مفروشه از دست ناداری فقر بیچاره. جا داره تشکری کنم از مادر عزیز ما بیوچی که به مبلغ 19,208 افغانی روان کردن که ما اختصاص دادیم بر 3 فامیل که به هر فامیل 6,400 افغانی میرسد که مواد غذایی میگیریم و در طول رمضان که از اینا استفاده میکنن تمامش برشان صدقه است. چرا که نبی اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایه میگه شما که کسی را یک روزدار را شما افطاری دادین در روزی از مکمل شامل هستین بدون از اینکه در ثواب روزدار کدام کمی و کاسی صورت بگیره. اینا 6 اولاد که داره اینا که استفاده میکنه تمامش ثوابش برای شما میرسه و انشالله که این کمک ها و تب تلاش ما سبب شاکره هایی از جهنم پیدا کنیم. این در بین ما و غضب الله یک سپر باشه. پروردگار توسط این تلاش ها از ما راضی شود. خب مادر جان علت گریان چی است؟ این از یک مادر بیوی پرسان کردین که 60 اولاد داره و فقط پلاستیک مفروشه و نه افطار داره و نه یک زندگی آرام داره و صدا مشکلات دامنگیرش است. چند بجه میری مادرک؟ من خودم 9 بجه میرم 8 و نیم یا 7 بجه پس. افطاری را در کجا میکنی مادر؟ افطاری اون اگه کستاد یک روز که چیز میخوریم اگه نداد تا خونه. الله یک قدر دوستا عقده گرفتیش، یک قدر عقده گرفت تو دلش پره است. یه خانم چرا قمنان پیدا کرده هیچ نمیتونه بازدهی شرایط خیلی بسیار مشکل است. خدا حاضر شاید است اولادای مریض شده کرونا گرفته چندی ما پی دکتر نبردیم. غیر یک روز که حقن دیگه چرب کردیم انداخته میشه. صندلی نداریم در این سرز مستان خدا شاید از دین روز منصور نماز کردن نتونستیم. الله چرا؟ خواهد است که لرزه ما گرفته خنک سرما زیاد بود. خدا حاضر شاید است خدا در بالای سر است که من دروغ درم دستم نمیشه. خداوند در بالای سر است که من بر تو دروغ گویم بر خدا چی بگویم. راست تا از دست غم دست تشویش خدا حاضر است من شوخم ندارم. الله این پشت شیشه امت صفحه صبح میشه.
کسو بریم چطور میشه کار نمیشه اشتکداری خانه ایدو از یک طرف نان نباشه از دیگه طرف کار و چیز اولادم بخواه که مادر بتی او چی نمیفهمه که بگه نه چی نمیفهمه که گوشت شد میگه نان بیار تشنک شد میگه او بیار میگه فلانی کالای خوبش پوشیده تو چرا بر ما نمیخری یا فلانی بازار میرن دوتال میرن نان میخوره تو چرا نمیری یا ما مکتب بریم یا مدرسه بریم دخترای جوانان کلش خواند از بی پیسگی امو اقلا نمی رای دین خوب بتونه خوانده اگر از مکتب خونه چه از رای دین خوشا ناچاری از بدبختی از بیچارگی مانده میگه صبح که شد یک مادر است برو خفتن که شد بیا اون مادرم اولادم بیسر نوشت راست نه تعلیم است نه تربیه است نه اگر خداوند دیگر رحم روشنی خدا کنه راست سرامه ملت افغانستان دوستای عزیز با واقعا میگم اون زمینه میسوز اکثر شاتش هست نه بسیار امو مادر احساس میکنه خدا حاضر شاید است که من هیچ گپ زدن نمیتونم دست که نمیکنه نیم بدن ما خلاص از قرخت است خدا را بالا سر است 4 سال میشه نلکی چشم ما بند است و پیسه نداشتم که میره تداوی کنم 4 سال است از چشم اینا متر شهر رسینه به یمشیر معلوم است خدا را بالا سر است که جای دروغ نیست که ما رفتیم در شفاخانه نور یک پیشنهاد کردیم گفتن نلکش بند است یک چکک یک دونه چیکی دادم این پلسیلینه که پس خانه آمدیم او را استفاده کردیم خوب نشد دیگه ما ماندیم اینا پیسه دست میشه اینا پیسه میشه اینا 3 سال 2 سال تیر شد اینا نیپ اما تو دیگه شیشتیم بدر با روزه که بازی کار نکنی چند کار میکنی از این یا 150 یا 160 بازو 160 روپیه چی میکنی؟ بازو نمور از سر چوک چند تا نان خشک میخریم وان اگر یک دو دانه تخم جوشانده شد اگر نکنشت میم یک چای نمیکنیم میخریم 40 روپیه کرای موتر میشه باز 6 اولاد ماشاءالله 6 اولاد یکم خودم یک تام خسرم 8 خود 8 نفر خسرم در جای افتیده مریض است هم در جای افتیده هم در جای افتیده که انتشار خورده نمیتونه 8 نفر باز یک سیاسر چطور میتونه که مشکلات طبیعی پس که روزی رسان الله است این انسان پروردگارم بینوا نمیمانه اما میفهمم سخت است با یک سیاست مکمل یک فامیل پیش بردن بسیار مشکل است قدر سخت است میگم با خدا اینا که همی سر ما دیگه هیچ میگم تر از من نیست گم سستم صدای همی بلبل خود بعدم یه صدای گنجشک حدست که فرق سر میگم در ماشین است و صبح شب که میایی که از پای خلاص است کمر از چشم هست صبح همی چشم آواز کنیم زور نماز میکنی که صبح شده خدایا باز سرشار بره خدایا باز کی سنشار بره یعنی اگه مریض باشی اگه خوب باشی اگه رقم که بودی دیگه رقم که بودی همونجا که مردیم دیگه باید بری اونجا که رفتی 4 تا پلاستیک میگیری بیا در پلاستیک میگیری بیا در پلاستیک میگیری بیا در پلاستیک میگیری اگر اون گرفت اگر نگرفت دیگه هم تا 4 خورده برو دور خورده برو فروشگاه برو پس سر چوک بیا فروشگاه برو سر چوک بیا فروشگاه برو سر چوک بیا یک واده 9 تا نیم 8 بجه شدم سر چوک میشه مادرک ما میرم تمام سودا را هم با کمک من میفهمم چشماش دوستای عزیز تکلیف دارن و گریانم زیاد اشک ریخت هر قدر مگه بزنم اینا بسیار عقده داره دلشان ماه رمضان است هر قدر مگه میزنم هم قدر دلک اینا پر است از غم پر از دلکشان میرم تمام سودا میگیرم که در حق مادر عزیز ما دعا بکنه شکر زنده باشی خداوند خداوند دنیایتان خوب کنه و کسی که کمک میکنه شما از اینجا زحمت کشیدی خداوند جاش رسه بده خدا روزه و نمازتان در دربار حق قبول کنه خداوند دگام به تیتان ایمان کامل نصیبتان کنه جان جور ما را از بدبختی بیچارگی خداوند بکشه آمین آمین خیر ببینی خانه تان باز زنده و جور باشه مادر جان به بیویجی یک دعا کنین به نواساش به اولاداش به کلشان دعا کنین مادرکم خداوند اجرش بده خداوند ایمان آخرتش خوب کنه خداوند دنیایش خوب کنه
همی که کمک کرده یک دنیا ازش تشکر به خدا، به اولادش دعا کنه، به اولادش، به خودش، به می پدر مادر خیش قوم مرده و زندهش. خدا بسیار بتید، خدا از درد مرض نگاهش کنه، خدا و دنیایش خوب کنه. یک دنیا از تشکر. زنده باش. خداوند ازت راضی باشه.